با مقصد شرح نکته‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت در سمت اصلاحات دولتی جهت رشد صاحبکاری و جلب سرمایه‌گذاری همایش با اشتراک دایره وسیع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و مسئولان مقامات نظارتی و سنجشی دولتی در شهر باختر برگزار گردید. تدبیر مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، پروکراتورای گنرالی، آژانسی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی با جلب ساختارهای محلی مقامات اجازتنامه‌دهی، سنجشی و نظارتی راه‌اندازی شد. در جریان همایش برآمدکنندگان دایر به مسائل رشد صاحبکاری، خصوصا صاحبکاری استحصالی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، امکانات‌های فراهم نموده حکومت مملکت برای سرمایه‌گذاران و صاحبکاران محلی، ترتیب اندازبندی، خدمت‌رسانی‌های دولتی الکترونی، با قیدگیری سوبیکت‌های خوجگیدار، ساده‌گردانی رسمیات آغاز فعالیت صاحبکاری و تغییر الوه‌ها به سندهای معیاری حقوقی ابراز نظر نمودند. طور تاکید شد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور با رشد و نموی من بعد فعالیت صاحبکاری نیز تأثیر ثمراناکی مثبت بخشیده امکانات آنها را در سمت رعایت قانونگذاری جاری، وسعت کارهای سازندگی و آبادانی، سازمان دادن جایهای نو کاری، شغل اهالی، تأمین حفظ اجتماعی و به همین وسیله به دست آوردن هدف اساسی حکومت مملکت فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به اهالی وسیع می‌گرداند. مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره تطبیق چاره‌بینی‌های پیش‌بینی نموده سندهای معیاری حقوقی، استراتژی‌ها، کانسپسی‌ها، برنامه‌های دولتی و حدودی رشد صاحبکاری فعالیت آنها را حمایت و دستگیری می‌نماید. حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری از جانب حکومت مملکت، مقامات حاکمیت دولتی، مقامات وکالتداری دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی عملی کرده می‌شود. دستگیری دولتی صاحبکاری در شکل حقوقی، تشکیلی، مال و ملکی، مالیوی، اطلاعاتی و دیگر شکل‌ها عملی شده با بهتر نمودن شرایط صاحبکاری مساعدت می‌نماید. در نظام واسطه‌های دستگیری دولتی صاحبکاری، مراتوریای سنجش فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری جای مهم را اشغال می‌نماید. خوشبختانه طول سال‌های صاحب استقلالی مملکت از این واسطه مؤثر خیلی ماهرانه استفاده می‌شود. در این دوره وابسته به نظارت دولتی فعالیت صاحبکاری از آن جمله سنجش فعالیت آنها سندهای سطحی گوناگون معیاری حقوقی قبول کرده شده است. در روند چنین واقعی ما می‌توانیم که صاحبکاران سرمایه‌گذاران را از محتوا و یعنی که قانون سندهای معیاری حقوقی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد فعالیت صاحبکاری یعنی که قبول نموده است معرفی نماییم که صاحبکاران سرمایه‌گذاری ما از محتوای قانون سندهای معیاری حقوقی خصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتور بسنجی فعالیت صاحب خوجگیدار یعنی که معلومات دریافت نبوده آگاه باشند و یعنی که از حقوقهای خود آگاه باشند و یعنی که با دشواری و سرباری دچار نگردند و اینچنین دیگر امتیازهایی که دولت حکومت دوام صاحب سالاری کشور با مقصد رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری قبول نموده است معرفی نمودن سندهای معیاری حقوقی یعنی که چنین امتیازهایی که امروز دولت حکومت با مقصد رشد صاحبکاری قبول نموده است معرفی نمودن چنین سندهای معیاری حقوقی میباشد. طبق اطلاع شماره مقامات سنجشی فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار از 31 عدد سال 2015 امروز به 23 عدد رسانیده شده است. در قسمت سوال و جواب همایش صاحبکاران با نمایندگان مقامات دولتی دایر به پهلوهای مختلف فعالیت خود سوالها پیشنهاد نموده پاسخهای مفصل و مشخص دریافت کردند. گفتگوی آزاد میان نمایندگان بخش خصوصی و ساختارهای دولتی امکان بررسی مانع‌ها و پیشنهاد راه حل مشکلات را فراهم ساخت. صاحبکاران ابراز داشتند که چنین همایش‌ها زمینه مساعد برای اعتمادناکی بین دولت و بخش خصوصی میباشند. برگزاری همایش در روحیه همکاری و سازندگی جریان گرفته توجه خاصه به بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد ملی از جمله صنعت کنونی با سرعت، آغاز فعالیت صاحبکاری و ترغیب تکنولوژی‌های اینواسیونی روانه گردید. اشتراکچیان تاکید داشتند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت همچون راهنمای استراتژی در رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری نقش کلیدی دارد و تطبیق ثمراناک دستور و هدف‌های آن می‌تواند به بهسازی فضای تجارتی، افزایش جای‌های کاری و رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ها مساعدت کند. در پایان همایش یک قطار پیشنهادها از جانب اشتراکچیان ارائه گردید که مقامات و ساختارهای داخلدار وعده دادند که آنها را مورد آموزش و تطبیق من بعد قرار می‌دهند.